سلام. میخوام این مسئله رو حل بکنم. تو صورت مسئله از ما خواسته که ببینیم آیا میتونیم تبدیلات لورنس رو با استفاده از نظریه اختلال هم به دست بیاریم. برای این کار توی دستگاه طبیعی کار میکنیم که سرعت نور برابر با 1 در نظر گرفته میشه. میگیم اگر دو تا دستگاه مختصات x و t و x پریم و t پریم رو در نظر بگیریم، برای حرکت تو راستای x تبدیلات لورنس به شکل x پریم برابر با x به علاوه vt به روی رادیکال یک منهای v2 و t پریم برابر با t به علاوه vx به روی رادیکال یک منهای v2 در میاد. یعنی این ناظرهایی که توی این دو تا دستگاه هستن برای اینکه بخوان گزارشات همدیگر رو درک بکنن و ببینن که آیا نتایجی که به دست آوردن درسته و با هم تطبیق داره یا نه، باید توی این روابط جایگذاری بکنن. خب برای اینکه با نظریه اختلال ببینیم میتونیم به دست بیاریم یا نه، اول تا مرتبه دوم هم از ما خواسته که بررسی بکنیم. پس اول خود این روابط رو من تا مرتبه دوم بر حسب سرعت بست میدم، ببینم که نتیجه به چه شکلی میشه. x به علاوه vt در 1 منهای v2 به توان منفی دوم هستش که تا مرتبه دوم سرعت اگر بس بدیم به شکل x به علاوه vt در 1 به علاوه دوم v2 در میاد که تقریبا برابر میشه با x در 1 به علاوه دوم v2 به علاوه vt تا توان 2 v هم فقط میخوایم نگه داریم. پس این جملات بعدی رو صرف نظر میکنیم و برای تغییرات مربوط به زمان هم داریم t به علاوه vx در 1 منهای v2 به توان منفی دوم تقریبا برابر میشه با t به علاوه vx در 1 به علاوه دوم v2 که باز برابر میشه با t در 1 به علاوه دوم v2 به علاوه vx. حالا مراتب دیگه. حالا میخوایم ببینیم اگر از نظریه اختلال استفاده کنیم به عنوان یه روش تقریب زنی تا مرتبه دوم سرعت برای مؤلفه x پریم و t پریم میتونیم این رابطه رو به دست بیاریم، یعنی به دست بیاریم که با x و t به این شکل رابطه دارن تا مرتبه دوم سرعت. خب برای شروع کار از تبدیلات گالیله استفاده میکنیم، چون تو حد سرعت‌های خیلی کمتر از سرعت نور تبدیلات گالیله که به صورت x پریم مساوی با x به علاوه vt و t پریم برابر با t تقریب خوبی رو از مکان و زمان برای حرکت تو راستای x به ما میدن. خب حالا برای اینکه ببینیم تا مرتبه دوم سرعت با این جواب‌ها یکسان میشن، با تبدیلات لورنس یکسان میشن یا نه، اول میایم از یه تغییر خیلی کوچیکی رو برای این راستای زمان در نظر میگیریم. x پریم و t پریم باید به یه نحوی تغییر بکنن که شبیه اینا باشن. پس یه بار تغییرات کوچیک به راستای زمان اعمال میکنیم، یه بارم تغییرات کوچیک به راستای مکان x پریم اعمال میکنیم و دونه دونه براشون این شرط t دو منهای x2 که باید ثابت بمونه که مقیاس طول فضای زمانمون هست و قرار تبدیلات لورنس این رو ثابت نگه داره، حفظش بکنه، به عنوان شرطمون استفاده میشه. پس میایم تو مرحله اول فرض میکنیم که تی پریممون به صورت تی به علاوه دلتا تی باشه که توی اون این دلتا تی که یه تغییر خیلی کوچیک هست به یه رابطه خطی با مؤلفه مکان و مؤلفه زمان داره. خب حالا این تغییر رو اعمال میکنیم، یعنی تی پریممون به شکل تی در 1 به علاوه بتا به علاوه آلفا ایکس در میاد. حالا از شرط حفظ S2 طول فضا زمانی برابر با T2 منهای X2 استفاده میکنیم، یعنی میگیم که این S2 قراره حفظ بشه، یعنی T پریم به توان 2 منهای X پریم به توان 2 دست کم تا مرتبه دوم سرعت باید حفظ بشه. حالا این از
روابطی که به دست آوردیم جایگذاری میکنیم. تی پریموم رو به دست آوردیم که هستش تی در یک به علاوه بتا به علاوه آلفا ایکس به توان 2 منهای ایکس پریم هم طبق تبدیلات گالیله داریم ایکس به علاوه وی تی به توان 2. این باید برابر باشه با تی 2 منهای ایکس 2 به علاوه اوی وی 2. خب میام اینو یه خورده سادهش میکنم، به توان میرسونیم، ببینیم جملاتمون چه شکلی ظاهر میشن. میشه تی 2 در یک به علاوه بتا 2 به علاوه 2 بتا به علاوه آلفا 2 ایکس 2 به علاوه 2 آلفا ایکس تی در یک به علاوه بتا منهای ایکس 2 منهای وی 2 تی 2 منهای 2x vt مساوی باید باشه با t2 منهای x2 به علاوه اوی v2. من گفتم که میخوام تا مرتبه دوم سرعت در نظر بگیرم و اینکه فرض کردم که تغییرات من خیلی کوچیک هستن، پس یعنی من تا توان دوم V2 و توان اول آلفا و بتا من میخوام پارامترامو جملاتمو نگه دارم که تا مرتبه دوم ویدو بتونم کار بکنم و تقریب بزنم. پس این جملات بتا 2 جملات آلفا 2 حذف میشه، به کارمون نمیاد. پس تا مرتبه اول آلفا و بتا و مرتبه دوم ویدو جملات رو نگه میداریم. میشه تی 2 به علاوه 2 بتا تی 2 به علاوه 2 آلفا ایکس تی و این جمله دوم اینم حاصل ضرب آلفا در بتا رو به من میده که باز میشه از توان مرتبه دوم. این جمله رو نادیده میگیریم، ازش صرف نظر میکنیم. منهای x2 منهای v2 t2 منهای 2x vt مساویه با t2 منهای x2 تا مرتبه دوم سرعت. خب این x2 و t2 که با این x2 و t2 برابرن. خب دو طرف تساوی تا اینجا برابر شدن. پس اگر بخوایم این تساوی حفظ بشه، این رابطه برقرار بمونه، باید ضرایب باقی جملات که اینجا موندن صفر بشه که این شرط تی پریم به توان 2 منهای ایکس پریم به توان 2 برابر با تی 2 منهای ایکس 2 برقرار بمونه. پس ضرایبی که داریم چیه؟ ضریب تی 2 رو داریم که هستش 2 بتا منهای وی 2 مساوی باید با صفر باید باشه. از اینجا به دست میاریم که بتا باید وی 2 دوم باشه. بتا به دست اومد. و همچنین ضریب ایکس تی جملات مربوط به ایکس تی هم باید صفر باشن. یکی این هستش که 2 آلفاه، یه دونم این هستش که منهای 2 وی هست، مساویه با صفر باید باشه. از اینجا به دست میاریم که آلفا مساویه با ویه. یعنی اگر من بخوام یه تغییر خیلی کوچیک دلتا تی رو که خطی بر حسب مکان و زمان باشه اعمال کنم برای زمان، ضرایب جملاتم به صورت وی تی به علاوه یه دوم وی 2 تی میشن. یعنی تا اینجا من به دست آوردم که ایکس پریمم ایکس به علاوه وی تیه و تی پریمم که تی به علاوه دلتا تی بود برابر میشه با تی به علاوه وی ایکس. این ایکس وی ایکس اینجا اینو پاکش کنیم، مشکل‌تر بنویسیم. این وی ایکس، این میشه تی در یک به علاوه یه دوم وی 2 به علاوه وی ایکس. حالا میام یه تغییر کوچیک، تا اینجا یه تغییر کوچیک به راستای زمان اضافه کردم. حالا توی مرحله بعدی یه تغییر کوچیک در راستای مکانم در نظر میگیرم. این مکانمون به این شکل بود. یعنی فرض میکنم که ایکس پریم ایکس به علاوه وی تی به علاوه دلتا ایکسی باشه که این دلتا ایکس خیلی باز تغییر کوچیکیه و رابطه خطی با مکان و زمان داره.
حالا باز دوباره این تغییره رو میخوام اعمال کنم، از اون شرط حفظ طول استفاده کنم، این ضرایب گاما و کسی که نمیدونیم چیه رو دوباره به دست بیاریم. خب من تی پریمو که به دست آوردم، حالا ایکس پریمو میخوام به دست بیارم. پس می نویسم که تی پریم به توان 2 منهای ایکس پریم به توان 2 برابر با تی 2 منهای ایکس 2 باشه. البته همچنان تا مرتبه دوم از سرعت میخوام نگه دارم. پس چیزی که به دست میارم میشه تی پریممون که هستش تی در 1 به علاوه 1 دوم V2 به علاوه Vx به توان 2 منهای x پریممونم به این شکل در میاد. خب x پریم رو اول اینجا اعمال میکنم. x پریم هستش، این دلتا x رو براش در نظر بگیرم، x در 1 به علاوه گاما به علاوه t در v به علاوه کسی به این شکل میشه اگر این دلتا x رو اعمال کنم. خب پس این منهای x پریم به توان 2 میشه منهای x به توان 2 در 1 به علاوه گاما به توان 2 منهای t به توان 2 در v به علاوه کسی به توان 2 منهای 2 تا x t 1 به علاوه گاما در v به علاوه کسی برابر با t2 منهای x2 به علاوه اوی v2. خب حالا باز این توان 2 رو اعمال کنیم، داریم t2 در 1 به علاوه 1 چهارم v4 به علاوه v2 به علاوه v2 x2 به علاوه 2 تا xt v در 1 به علاوه 1 دوم v2 منهای x2 1 به علاوه گاما 2 به علاوه 2 گاما منهای t2 در v2 به علاوه c2 به علاوه 2 تا v کسی و همچنان منهای 2 تا xt در v به علاوه کسی به علاوه گاما v به علاوه گاما کسی برابر با t2 منهای x2 تا مرتبه دوم سرعت میخوام در نظر بگیرم. خب اینجا ما میخوایم تا مرتبه دوم سرعت و رتبه اول کسی و گاما باشه، یعنی توان 2 اینها و حاصل ضربشون رتبه تغییرات رو میبره بالا و من نمیخوام، پس اون جملات رو حذف میکنم. جملاتی که میمونه هستن T2، از اینجا یه T2 دارم به علاوه یه V2 در T2، یه دونه V2 در X2 رو دارم، اینجا به علاوه 2 تا XTV رو دارم، این توی این توان 3 میشه به دردم نمیخوره. از اینجا هم یه منفی X2 منفی X2 گاما 2 میمونه، نه گاما 2 رم که توان 2 رم که قرار شد در نظر نگیریم، پس میشه منفی 2 تا x2 در گاما، این جمله رو در نظر میگیریم و منفی t2 v2 توان 2 اینو در نظر نمیگیریم. v در کسی هم باز از مرتبه بالا میشه چون تغییرات رو خواسته بودیم که متناسب تغییرات خیلی کوچیک باشن، این رتبهش خیلی میره بالا، پس اینم در نظر نمیگیریم. از اینجا هم یه 2 تا xtv منهای 2 تا xt کسی میمونه و گاما در کسی، گاما در وی هم که باز مراتب بالا هم به دردمون نمیخوره. جملاتی که تا مرتبه دوم V2 و مرتبه اول گاما و کسی باشه به خاطر اینکه تبدیلات یا تغییرات رو به این شکل در نظر گرفتیم همینا میمونن. میشه T2 منهای X2 به علاوه اوی V2. حالا
ساده سازی میکنیم. T2 منهای X2 با این دو طرف برابرن. تا اینجا تساوی برقرار شده. پس اگر بخوایم برای همه X و T ها این تساوی ها برقرار باشه، با باقی ضرایبی که موندن باید صفر بشن. یعنی ببینیم چیا باقی موندن. V2 T2 که با این منهای V2 T2 این ور ساده میشه. این دو تا جمله هم با هم دیگه ساده میشن، چیزی ازشون نمیمونه. ضرایبی که موندن یه دونه جملات مربوط به x به توان 2 که به من یه دونه v2 منهای 2 تا گاما میده مساویه با صفر. از اینجا گاما به دست میاد که v2 دوم باید باشه و همچنین جمله دیگه که برای ما مونده فقط منفی 2xt کسی هست که از اینجا چون ضریب x دیه نتیجه میگیریم که منفی 2 کسی باید صفر باشه و یعنی کسی صفر باشه. یعنی ما متناسب با t برای تغییرات x تغییری نمیتونیم در نظر بگیریم. یعنی به دست آوردیم که t پریم برابر با t در 1 به علاوه 1 دوم v2 به علاوه vx شد و برای x پریمم به دست آوردیم که طبق این تبدیلی که اینجا در نظر گرفته بودیم به این شکل کسی که صفر شد و گامارم که به دست آوردیم v2 دوم. پس x پریم میشه x در 1 به علاوه 1 دوم v2 به علاوه vt. حالا البته تا رتبه دوم v2 بوده دیگه، یعنی مراتب بالاتر رو ما صرف نظر کردیم. با استفاده از تبدیلات گالیله تا مرتبه دوم و در نظر گرفتن تغییرات خطی تا مرتبه دوم سرعت تی پریم و ایکس پریم رو این به دست آوردیم که همون جوری که میبینیم خیلی واضحه که با این بست تیلوری که برای تبدیلات اصلی و اولیه لورنس داده بودیم جوابها کاملا یکی شدن. این بسته تیلور که نوشته بودیم. پس ما با استفاده از نظریه اختلال تونستیم ببینیم که تا مرتبه دوم میتونیم تبدیلات کامل لورنس رو به دست بیاریم. ممنون.